باسم رب الشهدا و صدیقین. امیرحسین هستم از بلژیک، شیعه هدایت یافته. آزام من فضل ربی، این از فضل خداوند متعال است که با راهنمایی و ارشادات استادان عزیز جناب آقای انصاری، آقای سجودی، سلیمانی، کیانی، هاشمی و سایر دستاندرکاران شبکه‌های توحیدی به وادی توحید قدم گذاشتند. خداوند به این عزیزان طول عمر با عزت عطا فرماید. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. به بعضی از این شیعه‌های مشرک و آدمخواران ولایت و جنایتکاران و ظالمین که برای این حکومت ظلم و جور کار میکنند و عقل و منطق را تعطیل و قرآن را رها کرده و فکر میکنند که مسلمان و موحد هستند، چرا که دین خود را از قرآن و پیامبرش نمیگیرند، بلکه از این آخوندهای دروغگو، شکم پرست، شهوت پرست، مشرک و ستمکار و ظالم میگیرند. آخوندها و آیت الله هایی که دین را دکانی برای پر کردن جیب های خود قرار دادند و مردم را گمراه و در نادانی نگه داشتند و ملتی را اسیر خرافات کردند. اینها یاران شیطان هستند که الحمدلله خیلی از مردم ایران متوجه شدند که اینا دروغگویان تاریخند و دروغگو دشمن خداست. آیت الله سعیدی نایب آستان قدس حضرت معصومه در این 30 سال یادش رفته بود که بگوید این رهبر یک دست ظالم جنایتکار در موقع به دنیا آمدن معجزه شده و زبان باز کرده و یا علی گفته. چوپان دروغگو قزوینی میگوید که با یک واسطه میداند که امام زمان با یک دختر تهرانی ازدواج کرده و 2 بچه دارد. از آقای قزوینی میپرسم از آن واسطه بپرسید در کدام دفتر اسناد رسمی دختر تهرانی را امام زمان عقد کرده و شناسنامه و کارت ملی داشته یا نداشته، در موقع خواستگاری از این دختر تهرانی پدر مادر و بستگان خود را برای خواستگاری برده یا نه، یا اینکه دوست دختر و دوست پسر بودند و بدون اطلاع پدر مادر دختر ازدواج کردند. در کدام محله تهران بوده؟ چون من خودم بچه تهران هستم. برای 2 بچه خود شناسنامه گرفته یا نه؟ بچه‌هایش مدرسه میروند و کدام مدرسه؟ خدایا شر این آخوندهای کثیف و دروغگو و شارلاتان را هر چه زودتر از سر این ملت مظلوم کم کن، چون ملتی را اسیر خرافات و اوهام خود کرده و به سوی جهنم میبرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آمین. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی دعای شما را قبول درگاهش بکنه.